Furqajon, salom alaykum. Assalomu alaykum Lutfullo. خوب هستی؟ کار و برات خوب است؟ تشکر. خوب، شما چه خبره؟ خوب، امیدوارم که خوب هستید. سپاس، تشکر زیاد. ما از رادیوی تاجیکستان با شما در تماس هستیم، البته از شهر ام. دوشنبه، از بینوی خانه رادیو. و چی حال و هوا داری فرقه جان؟ در کدام شهر ترکیه هستی؟ تشکر، خوبم. عین حال در استانبول هستم، در لایه کار فعالیت دارم اینجا. خب فرقه جان، سال گذشته بخشیده به سیومین سال جشن استقلال دولتی میهن در تئاتر به نام محمود وحیدوف در تئاتر جوانان نمایش فریاد عشق دیگرباره زنده کرده شد و در تهیه نظیم ملیکوف، کارگردان ام. سرشناس از جشنواره‌های خیلی محتشم دنیا، جایزه های با شکر دارد. و نخست نمایش در نخست نمایش شما بار اول روی صحنه در نقش مرکزی اومده بله. و خیلی مردم خوب و خوش قبول کردن. شما بگوید که بعد این نمایش پیشتر در کجا تمرین کرده بوده تا روی صحنه بزرگ؟ وقتی که من دانشکده دولتی فرهنگ سنت تاجیکستان را که رژیسوری که نمایش من بازی کردم، استادی من بود، استاد نازی ملیکوف، و دیگر استاد من قربان صابر. وقتی تمام کردم، من شاید یکم خوشبخت باشم که در دست چنین رژیسور یکم کارم در نقش اساسی، در نقش خضرخان البته بازی کردم. این برای من خیلی خیلی خوب بود و من تا جایی میتونستم کوشش کردم که رول خوب بازی کنم. نمیدونم چه خیلی اومد، تا چند خط توانستم، نه به هر حال کوشش کردم. بله. خب خضرخان از اثر کلاسیکی امیر خسرو دهلوی، یعنی خضر دوالرانی و خضرخان روی کار اومد. این 30 سال قبل از این در همه تئاترهای جمهوری نمایش شده میشد. خیلی هنرمندان شورادیاری ما این نقشه رو می آفریدن و مردم دوستدار و مشتاق این اثر بود. یعنی فریاد عشق دوستداری هر خانواده بود. ولی فرقت جمعزاده توانست نقش کلاسیکی رو در اولین روی صحنه آمدنش صاحب شود، خضرخان رو. ولی چرا همه انتظار بود که فرقت ادامه میدهد، بازم سیمای شما رو در روی صحنه تئاتر جوانان در قهرمان‌های لیریکی، در قهرمان‌های نمیدونم تاریخی کشف میکردند، خاصا نازی ملیکوف. ولی یک باره بعد همین نخست نمایش و نخست هنرنمایی در این صحنه شما ناپدید شدید. برای چی؟ چه سبب داشت؟ راستی وقتی که من با تئاتر علاقه در اومدم، کارو شروع کردم، معاش من تقریبا تا 2 یا 3 ماه اول 500 سومون بود. البته شرایط مجبور کرد که من روم. خب یعنی رفتید، حالا شرط و شرایط خوب شده است از اون روزی که شما رفتید، معاش بلند شد، 20% دیگر از سوی پیشوی ملت. ولی رفتید هنوز خمار تئاتر، یاد که تمرین میکردید در دلتون یک شعله نمی انگیزد که بیایید نقشه دیگر شما رو انتظار است؟ البته وقتی که من رفتم برای من خیلی مشکل بود. خیلی مشکل. وقتی که تو در خون و پوست و در تمام وجودی تو این کس جا شده است، به غض این کس هیچ چیز دیگر نمیخوایی. برای من در اول خیلی مشکل بود. خیلی مشکل بود. همیشه یاد میکردم، حاضرم یاد میکنم اون روزها را. کس را حاضر من احساس میکنم که عینی حال حاضر یک چند وای رفتم، یک چند تمرینو برای اکتیورسکی مهارت اکتیور یک چند وای رفتم. عینی حال چوس میکنم که من به یک کس نمیتونم. البته من برمیگردم، خواه تاجیکستان خوب باشد، خواه اینجا باشد، کجای باشد، ما به این کس من حتما برمیگردم. چون که من به این احساس میکنم که به این کس زیستم میخواهم، زیستم میتونم. خب این هنر است که پیوسته تمرین میخواد.
اونجا از یاد داده های نوزی ملیکوف از تحصیلات در دانشکده سند فرهنگ و سند شبها در تنهایی تمرین میکنه چیزی از این اثر خیلی موندگار چیزی تمرین میکنه خود به خود که گم نشود این هنر. البته از وقتی که من اول نو با ترکیه استانبول اول اون شعرهایی که بود از نمایش اون مونولوگایی بود در نمایش گاه در تنهایی خود به خود نو بازی میکردم میگفتم برای من عجیب بود این حال نمون اول برای من خود به خود میگفتم که گم نشود رای نشود من باید داشتم که برمیگردم نو برگشتم من به تاجیکستان برگشتم خواستم که به تئاتر برم و باز نمیدونم چی شد که از فکرم گشتم و برگشتم با استانبول رفتی. بله بله. خب فرقت یک مدت به تاجیکستان آمدید ولی بازم معاش شما رو به استانبول بردی و کلکه حال و هوا دیگر شده تغییر یافته دیگر دلتون در تئاتر فعالیت کردن نمیخواد چی؟ میدونید تئاتر برای ما همیشه همین است که کار و فعالیت ایجادیات یعنی بخیلی نبود تعصب باشد در تئاتر تعصب که یک کس باشه که تو تعصب کنی این که من از این بالا میکنم کار و که از این بالا میکنم وقتی که تو میبینی رقابت سالم یعنی رقابت وقتی که میبینی که رقابت این حال هیچی نمونده است بعد فکر میکنی که اینجا ایستادن من هیچ معنایی ندارد کار کنی من که داده شدم به یک کس دیگر هیچ معنا پی نداره برای من دوباره رفتم و اما شرط شوقی تو حالت های تئاتری را دیدم برگشتم به اینجا دوباره یعنی امروز حال و هوای تئاتری توجیه یعنی خاصه تئاتر جوانان قابل قبول ذوق نیست یعنی که نازی ملیکوف میرزا وطن میروف قمردین میرزایف و گاه وطندار شریف میماند این کارگردان ها طب و ذوق هنری تو خامه نمیکنن اثرهایی که هستند در تئاتر ذوق شما برای جوانان رو قانع کردن نمیتونن علاقه دیگر نه البته خانه میکنم مرا محیطی همه تئاترهای تاجیک این حال قانع نمیکند همه تئاتر محیطش فقط حال تئاتر تاجیک یک مرحله رو پشت سر میکند که از حساب هنرمندان بزرگسال که یک از سر ما میروند یک تئاتر رو خالی میکنند مثلا در تئاتر اکادمی حدود 30 هنرمند در 3 سال از بین رفت و جای اونها را کسی گرفته هم نمیتوند هنرمندان جوان یک مثالی نصرالدین اسدالله خوب اگر ابراهیم یوسف هم رفته باشد یعنی آینده در تئاتر کی باید بماند چون هنرمندان بزرگسال ما دیگر نمیآیند جوانان که اگر فرار کنند پس تماشابین آینده با دیدن کی برود چی نظر دارید؟ من یک چی میگم که در تاجیکستان یعنی در دوشنبه ما مثلا چیز نمیرسد نمایش تئاتر خیابان ها نمیرسد که برای جلب کردم من پروژه یعنی داشتم میخواستم که همین کارو پیش برم همه چی تیار بود متاسفانه آمدم وقتی که مردم مثلا اوریشن تئاتر وقتی که مردم تو یگم چی تیار میکنی یگم نمایش در خیابان ها میره پیشکش مردم میکنی این هم میشود جلب نمودن مردم به سوی تئاتر هم میشود که مثلا تنها سپانسر مورد نمیرسد برای همین کارها سپانسر یافتن در کار سرپرست نمیرسد سرپرست یافتن در کار خیلی مشکل کمتر عذاب میکشید مشکل است نه آینده بهت خوب میشه من میدونم بسیار چیز نو نمیرسد در تئاتر ما مثلا نمایش های نو دیگرگونی سطح جهانی مثلا در اونجا مثلا دیدی نو حالا فرقه جان ببین در شهر استانبول ترکیه هستید خیلی رشته هنری بازیگری سینماییش هم خیلی رشد کرده است در تئاتریش هم که من یک تئاتر استانبول رو میدونم به نام قرصک خیلی تئاتری با شکوه هست
масалан театрҳои мо ҳоло ба драматургия ба навиштани асарҳои хеле муҳташами ҷаҳонӣ ба режиссюра риштаи коргардонӣ ба бозигарии дараҷаи олӣ ниёз доранд. намешуд ки фурқат дар он ҷо дар Истанбул таҳсил бикунад дар яке аз ин риштаҳо ва биёяд дар оянда театрҳои моро ахалан театри ҷавононро аз ин холигиҳо аз ин норасоиҳо як каме бошад тур карда бошад ва ҳунарашро ба ояндаҳо ки дар риштаи бозигарӣ донишкада таҳсил доранд биомӯзонад. албатта мешавад. Ман вақте ки аз Тоҷикистон ба Москав омадам, ягон бор рафтам ба Москав, ягон бор дар Москав набудам. Дар он ҷо якчанд мастер-классҳо буд, шоди барои актёру режиссёр рафтам. баъд инҷо айни ҳол ҳозир ягона хоҳишу ягона ваи ман ҳамин аст ки аллакай ёфтам якчанд курсҳое ки кӯтоҳмуддат 6 моҳ 9 моҳ мехонӣ, ту диплом мегирӣ. дар ин ҷо мешавад ки дар театрҳои ин ҷо якчанд филмҳо буд ки ман рафтам бозӣ кардам, филмҳо яъне ба ҳайси массовка рафтам бозӣ кардам. бале дидам ҳаст. ман умед дорам ки рӯзе мешавад ки меравам. این فکر این همه چی در وجود من هست که باید حتما یک کس باید تئاتر رو پیش برد. باید جوانا کی میکنه؟ ما جوانا میکنیم. البته این در فکر من هست. حالا فرقت در تئاتر جوانان میرزا وطن میرفت در یک صحبتش گفت که من از تئاتر کلوب شروع کردم، عنوان هنرپیشه شایسته را گرفتم، هنرپیشه خلقی را گرفتم، نشان و اردن و جایزه های بیشمار را گرفتم، حتی رودکی را گرفتم، چند جایزه و دیگر. اندک خسته هم میشم که با قوه ایجادی هم پایان میرود، پیر میشوم. من گفت که قرار شد که حالا من در سرگاه پیری هستم، قوت و مدارم هم کمتر مونده است. آخرین نمایشی که من تنهایی یک زن بود که محپیکریار و نقش اساسی رو بازید و فکر میکنم که همه هنر واقعی میرزا وطن میرفت در اینجا استفاده نشد. یعنی این هم از اون اقرار خودش هست که الکای پیر میشود، یعنی به دوام پیری میرسد، قوتش نمیموند. حالا ناظم ملکوف خیلی حالتی وزنین دارن. یعنی این دو شخصیتون به صفت کارگردان تئاتر جوانان در این حال قرار دارند. امید شما حالا برای روی نمایش آوردن اثرها در کی است؟ این کارگردان ها الکی با قول استافette خودشون ادا کردن. امید با کی باید بماند و از حساب هنرمندان جوان با کی امید بخشیدن ممکن که کار گذشته ها رو میتونن پیش برن؟ البته من در این باره چی گفتم نمیتونم. در تئاتر جوانان هست نفرایی که وطندار شرف که شروع کرده است. استاد قمرالدین میرزایف هستن. جوانان من باوری دارم جوانان البته این کار رو پیش میبرن و تنها کوشش کردن در کار. چقدر کوشش کردن در کار، اموختن در کار، نه تنها که از سیستمی محیط تاجیکستان بلکه سیستم جهانی در حالا چی بسیار میتوانی که یوتیوب تمام سیستم و تمام مستر کلاس ها و تمام گفتار از همین چیز میتونی آموزی. با هر یک مثلا مستر کلاس هایی میشود که گروی ذره جمع میشود، من میفهم یکم کار نه، دویم کار نه، سوم کار نه، دهم کار خیلی خوب میشود، 20م کار خیلی خوب میشود. همه این از تجربه البته میشود. نه باوری دارم که چیزهای نو، چیزهایی که سطح جهانی است، چیزهایی که در حتی مثلا هست تنس هست، رقص های سواری مثال و کلاسیک نمایش ها باید بیشتر کار کنم، بیشتر فرصت. باوری دارم که میشود، آینده میشود اگر کوشش کنم. تنها جوان ها میتونم کنم. حالا یک زمان من با گوش من هم رسید و گاهی از دو هنرپیشه تئاتر جوانان که اسمشون رو گرفتن خوب نیست
اینجا گوشم اومد و در پیش من هم حکایت کردند که یک در تئاتر جوانان دخورگی مثلا حرف دخورگی اندیشه ها هست، یعنی نادیده گرفتن هنر اصیل جوان ها هست. اینها رو پیش پا میدهند و نمیمونند که هنرمندان رشد کنند. یا نمیدونم بعضی هنگامه های بودند سر و صدا هایی که در تئاتر یک وضعیت ناآرامی هست که هر روز به جای تمرین جنگ ها بسیار است. این حالت رو تو بودن تو در این تئاتر احساس میکردید و یکی از سبب های رفتنتون این نبود؟ انیق البته در همه جایی که من گمان ندارم که در یکم تئاتر جنگ نباشد، در یکم تئاتر یعنی کنفلیکت و رزبور و نه، اگر همه این رزبور و همه این جنگ و جنجال برای هنر باشد یا که می بود برای هنر، من باور کنید من جانم رو میدادم. جانم اگر به همین جنگ مثلا جنگ و جنجال هایی که میشد این حال یا که میشود یا میشد برای هنر باشد یا میشد، جانم رو میدادم. جانم رو چون که گپ بسیار در اینجا یعنی گاه حس میکردید که نه برای هنر ولی برای شخصیت پرستی این جنگ و جنجال بودن؟ نه برای شخصیت پرستی گمان دارم نه تنها تئاتر جوان، تمام تئاتر هست در مورد جنگ و جنجال ها. اگر همه این جنگ و جنجال ها برای هنر و برای کسب و برای این تئاتر میشد، تئاتر ما شما وای هیچ نمیکردید چقدر پیش میرفت، چقدر ما خوب میموندیم، چقدر کارهای خوب میکردیم. بله خوب، صحبت ادامه بدهیم. شما خسته نشدید یا که کافی است برای امروز؟ باور کنید ذره تیفنی من 4 فایز مونده است و من 1 ساعت اگه حال زنگم زده شدم، من با کار 1 ساعت عبید گرفتم برای گفتن صحبت با شما. خب فرقه جان، من برای یک صحبت خیلی صمیمیتون که راضی شدید فرصت یافتید این مشکلات تکنیکی که مدت 1 ساعت زیادتر برای پیوست شدن ما میان اومد رفع کردید و کوشش کردید که با ما در خط تماس باشید از استانبول ترکیه و من وعده میدید که در یکی از رشته های بازیگری یا تئاتری یا سینمایی که مشکلاتی که گفتیم نرسیدن هم رژیسور هم دراماتورگیا و هم اثرهای موندگار جهانی که مثال اثرهای شکسپیر که گاه تئاتر لاهوتی رو هنوز باید میاریم دلمون آب میشود، تحصیل میکنید میوه تئاتری برای رشد تئاتر تاجیک هنر خودتون رو دریغ نمیدونید؟ البته من فکر میکنم که من به این نمیتونم. یگانه یعنی با قولی روسی цел یگانه مقصد من همین است که خوبتر و بیشتر و به حیث مثلا رژیسور، به حیث پروفسیونالیسم، به حیث آموختن و رفتن در تاجیکستان کار فعالیت کردن. اگر ما جوانان نکنیم، پیش نبریم تاجیکستان را، ما کار و فعالیت نکنیم، همه رود از آنجا کی میکنه در اینجا کی میکنه؟ یک کس نه یک کس باید یک قدم اول رو بذارد، یک کار از یک چیز شروع کند. در اول مشکلی میکشه، مشکلی های خیلی بسیار خیلی زیاد. من باوری دارم که آیندهش همش خوب میشه. پس ما هم به همون امید هستیم که شما هر هنری که از خارج کشور در ترکیبتون، در وجودتون، در احساستون میگیرید، در هنرتون ضم میکنید، میورید برای رشد فرهنگ و هنر و تئاتر تاجیک صرف میکنید. و ایثار صحبتتون تشکر زیاد. خدا نگهدار و هر هموطن ما را که در اونجا میبینید آغوش بکنید، دو سلام ما را برسونید، بگید که وطن انتظار اونها هست. سلامت باشید فرقه جان. البته نور دیدن. تشکر زیاد. سپاس باره صحبت.